فرزانه توکلی با قیچی و آینه زندگی می ساخت. با انگشت هایی که عادت داشتند آشفتگی را مرتب کنند. در سالن کوچکش زنها روبروی او می نشستند و چند دقیقه‌ای خودشان را از هیاهوی شهر پس می گرفتند. فرزانه احتمالاً بیشتر از آن که درباره مرگ فکر کرده باشد به رنگ موها، قرارهای عقب افتاده، اجاره خانه ها یا خنده های کوتاه میان کار روزانه فکر می کرد. اما خیابان خانیاباد در 19 دی‌ماه ناگهان او را از جهان چیزهای کوچک و انسانی جدا کرد. با گلوله‌ای که نه فقط تن یک زن بلکه ریتم یک زندگی را متوقف کرد. بعضی مرگ‌ها شبیه فرو ریختنند، اما مرگ فرزانه بیشتر شبیه پاره شدن بود. انگار بخشی از صدای شهر را یک بار بریده باشند. بعد از آن همه چیز بوی اجبار گرفت. خاک سپاری، سکوت، روایت ها. خواستند نام او را از خودش خالی کنند و بر پیشانیش هویتی بچسبانند که هیچ شباهتی به زندگی واقعیش نداشت. انگار مرگ کافی نبود و باید حافظه اش را هم مصادره می کردند. اما خانواده اش زیر آن فشار سنگین حقیقت را رها نکردند. ایستادند، نه مثل قهرمان‌های افسانه‌ای بلکه مثل آدم‌هایی که هنوز می‌دانند بعضی چیزها را نمی‌شود فروخت، حتی اگر هزینه‌اش ترس و تهدید باشد. حالا فرزانه توکلی در حافظه این روزها فقط یک نام نیست، رد زنی است که زندگی معمولیش پس از مرگ معنای سیاسی و انسانی پیدا کرد.